یعنی این ترک ها حتی صابونهاشون هم خاص و خوشمزه است. نشستین آذربایجان توی شاخلارو 10 روز 10 تا دسر ساده و خوشمزه با من. روز 10 و تمام. یورتا پوستش همش میزنیم. آرد ماست همش میزنیم و در آخر بیکینگ پودر. یه لیوان آب مثل لیوان شکر، گلاب، زعفرون، هل، دارچین. روغن سرخش میکنیم. آلمانه آفتون کانالا قلب سرالا سرالا قیقانخته میگن اینه ها. درست کنید، ترک ها رو دعا کنید.